خب در این قسمت ما شما چک میکنیم که میل سلکت شد یا فیمیل. پس از یک دستور شرطی F کار میگیم. F میگیم که RBTN به نام RBTN men و RBTN women است. S selected به این معنا یک قیمت true false برمیگردونه. S selected یک متد است یا true یا false. اگر select شده بود true برمیگردونه، اگر select نشده بود false برمیگردونه. پس true وقتی return شد در اون صورت داخل F اجرا میشه. اگر select نبود باز false return میشه، در اون صورت داخل F یعنی body F اجرا نمیشه. S selected میگم که اگر selected بود در اون صورت میگم که label یعنی قسمت میگیم for dot set label gender. تکستش چی باشه در قسمت؟ gender باشه که RBTN female یا woman dot get selected dot get values get text داره سیست get text میگم. در صورتی کنترل V یک F دیگه هم ساختیم. میگیم که در صورتی اگر او سلکت نبود وومنش سلکت بود در اون سر باز چکار میشه؟ RBTN women اگر سلکت بود در یک قسمت میگیم که RBTN women dot get text RBTN women dot get text. این اگر دو دانه رادیو بتن داشتیم، اگر میل سلکت شده بود قیمت ترو برگردانده میشه در یک قسمت متن نوشته میشه که همون تکس خود میل میگیره. در صورتی که RBTN women selected یعنی همون بتنی به نام فیمیل است و اگر سلکت شده بود باز چی میشه؟ تکست ای بار چی میشه؟ RBTN women dot get text تکس همون خود فیمیل میگیره. درست است؟ این قسمت یک بار رن میکنیم. خب به این الزام میتونیم کار بگیریم چون در این قسمت یا فیمیل میشه یا میل میشه، یعنی هر دویش نمیتونه باشه. اما در قسمت لنگویج که اونجا سلکت میکنیم چک باکس است، میتونه هر دویش هم چک شود. درست است؟ یعنی در این قسمت تو تقریبا کار نداریم. به این خاطر کار نداریم که یا او چک میشه سلکت میشه یا میل یا فیمیل. از خاطر من قسمت میگم که else به چی معنا؟ به این معنا که در صورتی که RBTN من یعنی همون رادیو بتنی که به نام من است و اگر سلکت نشده بود حتما وومنش سلکت شده، فیمیلش سلکت شده. else یعنی دیگر. در صورت تو سلکت نشده بود دیگرش سلکت میشه. پس هیچ لازم نداریم باز شرط کنیم. ولی در چک باکس ها میتونه هر دویشان سلکت شود. از او خاطر در هر دویشان F میگیریم. F به نام چک باکس به نام چی ساخته بودیم آبجکتش؟ چک باکس. چک باکس میبینیم در قسمت به نام باکس دی یعنی دری باکس پی پشتا. در قسمت آمده میگیم که باکس دی is selected. در صورت سلکت شده بود باز for dot set text set label language بود. نه یک قسمت میگیم که language language. خب به یک قسمت باز میگیم که باکس دی
dot get text. F اگر باکس P سلکت شده بود، اینجا به این خاطر دو F ماندیم، یعنی میتونه هر دویش هم سلکت باشه. درست؟ language dot set text. خود این قسمت شاید یک مشکل به وجود بیاید. چه قسم مشکل؟ چون ممکن هر دویشان چک باشه. وقتی ست که شد باز دومیش پشت سرش دومیش هم ست میشه، نه؟ یعنی یکی به جای یکی دیگهش قرار میگیره. خب باز فرم میگیم فرم دات set label province داشتیم. province خب set label province از لیبل کام بودنه کامبو باکس در قسمت داشتیم. کامبو باکس داشتیم به نام کام یک آبجکت. کام میگیم که دات گت، چون کامبو باکس متد به نام get text نداره، سیسه get selected item میگیم. get selected item اما آیتمی که انتخاب میشه متن اونمو آیتم برمیگرده. مزار شریف برگردانده میشه. اگر کابل بود کابل، یا ننگرهار بود ننگرهار خب نداشتیم. یک بار تست میکنیم. خب میگم که آیدیش 1373، نام خودم فادر نیم محمد اسحاق، ایمیل و هم داری یاد دارم هم پشتو مزار شریف سخنه. میبینیم که یک مشکل گفتم دارنی. اون مشکل کدام قسمت است؟ خب آیدی 1373، نیم محمد، فادر نیم محمد اسحاق. خب فیمیل کلیک شد. خب می سر میکنم چه قصه شد. اینجا خواهم میل انتخاب کرده. میفهمین مشکلش چی است؟ در نوشته اونجا البته اشتباه شده. نه نوشته اینجا اشتباه نیست. در این قسمت یعنی قسمت شرطش اشتباه. میبینید در این قسمت get text گفتیم آربیتین وومن. بعد از این که اگر میل هم سلکت باشه باز تکست وومن هم میگیره. درست است؟ از خاطر در این قسمت میگم که تبلیغش پاک میکنم من حالی جور میشه. تقریبا خلاص است دیگه. ولی در این قسمت بازم یک مشکل وجود داره. چه مشکل؟ اول یک بار ست میشه درینه، پشت سرش پشتو هم سلکت. اول مثلا پشتو اینجا اشتباه گرفتیم، پشتو میگیریم. این قسمت چه مشکل وجود داره؟ وقتی که یک بار ست شد تکست دری که آمد یا پشتو پشت سرش آمد بالای از قرار میگیره، یعنی او پاک میشه با جایش قرار میگیره. بازم یکی از اونا میشه. بریم جور میکنیم، یک بار سعی میکنیم. خب میل دری پشتو مزار نکو. خب 1373 نیم محمد، فادر نیم محمد اسحاق، جندر فیمیل، بازم فیمیل آمد. پروینس کابل، لنگویج پشتو. گفتم که اول دلیل انتخاب میکنه سیسه ولی ست میشه بالای ازو قرار میگیره. متن بعدش چی است؟ پشتو است. بجای ازو ست میشه. از خاطر چرا این قسم مشکل باز نشان داد؟ اشتباه در این قسمت است. این متن در پایین میگیریم.
اینجا گفتم که آربیتین مین یعنی بطنی امور رادیو بطنی که مین است اگر سلکت شد متنش باز گرفتیم وومن سیسا از وومن متن میگیریم این قسمت اشتباه است. از چی میگم که من این قسمت من نوشته میکنم در اینجا در صورتی که من سلکت نشده بود وومن میشه یعنی وومن. خب مشکلی ایرم جور میکنیم در این قسمت. خب باید چیکار کنیم؟ لیبل متدی به نام اپند نداره، تکست ویو داره. اپند خو یعنی تکست قبلی رو پاک نمیکنه. نه لیبل ست شد تکست قبلی پاک میشه، تکست دومی به جایش قرار میگیره. ولی من اگر دری و پشتو هر دویش انتخاب کنم چون یک بار دری نوشته میشه ولی پشت سرش نوشته میشه پشتو نوشته میشه، قبلی دری پاک میشه پشتو میمونه. پس از خاطر در این قسمت یک از اینا رو پاک میکنم. صحیحه؟ پاک نمیکنم، میگم که box is selected and box is selected در صورتی که دری سلکت شده بود و باکس پشتو و باکس پی باکس همو چک باکس هست نه is selected. در این قسمت هر دویش چک میشه، یعنی در صورت هر دویش هم چک بود. باز چی کار میشه در این قسمت؟ میگم که یک فاصله بعدا یک کامه باز بعد از او باکس پی، یعنی در صورت هر دویش هم چک بود از باکس پی هم متنش هم میگیرم. این قسم خب در صورت هر دویشان نبود اف باکس بی، در صورت هر دویشان نبود یکشان بود. پس یکی دیگه هم لازم دارم، یکی برای باکس پی یا پس یا پی میتونه سلکت باشه یا ای چی یا دی. این قسمت نشته میکنم که دی. خب باکس پی سلکت شده بود پی نوشته میشه، اما پشتو نوشته میشه در قسمت. دری اگر شده بود دری نوشته میشه. این بار جور میشه. سیست خب یگان آیدی دیگه بگوین نم احمد محمود. خب میل دری پشتو برات خایدیش آیدی صد درست است. احمد خادرنه محمود چندر ای بار سیسه میل است نه پروینس هرات لنگویج بازم دری آمد نه بله خب ولی به این خاطر باز هم دری آمد چون که تمامشان اف است، پس هر کدامشان علیده علیده چی چک بشه. پس چی میگم در این قسمت الزف و یا آخرش الزف هم نمیگیرم الز میگیرم. خب این بار 10,000 هایدیش نامیشه مثلا سمیه خب وای پایین میره از خاطر مثل وی نشان میده وای اسیست آدم نمیشه مثلا باشه
میل باشه، پشتور هم بلد باشه، دریر هم وز پلخونی کندار. خب 10,000 نامش سمیه، فادرنمش محمد عمر، دری پشتور. خب این بار درست است، ما شما هم دری رو انتخاب کرده بودیم هم پشتوره. یک بار دیگه چک میکنم، باز هم پشتویش هم میبردارم. این بار تمام دریسه و این بار میگیرم پشتویش چک میکنم، دریش میمانم، میگم که فرزند باشه میل خود نام میل نیست، خیر است. یک چک میکنیم از خاطر صحیح میل آمد، کندار لنگویش پشتو صحیح شد. خیلی بار صحیح است دیگه، دیگه مشکل نداره. خب ولی یک مشکل دیگه ای است که تمامشان در یک سطر نشان میتونه، چون لیاوت خود این فیلم فلو لیاوت است. فلو لیاوت تا جایی که جایی داشت خب همون قسم به یک سطر قرار میگیره، جایی که نمان به سطر بعدی قرار میگیره. درست است. از خاطر این میتونیم که از یک لیاوت دیگه گرید لیاوت میتونیم استفاده کنیم. لیاوتش میگم که گرید لیاوت. کسی گفته میتونه چند سطر ستون میشه این قسمت؟ گرید لیاوت میتونیم بگویم چندی در چند میشه؟ 6 در چند؟ 6 در یک میشه. درست؟ یک ستون داریم، تمامشون یک ستون، یک ردیف قرار داریم. 6 لیبل داریم نه؟ 1 2 3 4 5 6 تا لیبل داریم. ولی یک بار سعی میکنیم خیر است. خاصه است. ولی تمامشان در یک خب تباین هم میتونیم قرار بدیم. در اون صورت باید از چی استفاده کنیم؟ از گرید بک لیاوت. فاصلهشان زیاد است. خب میفهمید گرید لیاوت که است وقتی یک فرم از گرید لیاوت یا بوردر لیاوت استفاده کنیم، اگر گرید لیاوت استفاده کنیم هر مقدار سطر و ستون که خودش ما شما مشخص کنیم در اول با مود تعداد فرم خودش تقسیم میشه. صحیح است؟ یعنی تمام سایش میگیره. ولی 6 سطر داریم، یک ستون داریم، پس یعنی خود فرم به 6 سطر تقسیم میشه. یک کامپوننت تمام گرید میگیره، از خاطر دور قرار میگیره. میتونیم در اون صورت میتونیم از یک پنل استفاده کنیم. بس هست یک بار استاپ میکنم باز ادامه میدیم.